سلام جناب یزدانی، خوبین؟ سلام، وقتتون بخیر. از ببخشید من عزیزید، من وقتتون رو گرفتم. هفته خیلی شلوغی داشتید، نفتم میدونم خیلی شلوغی، کلی فیچر جدید داره میاد. من داشتم باهاتون صحبت میکردم، متوجه اومده این سری فیچرهای جدید فوق‌العاده شدن. گفتم حیفه همین اول کاری ویدیوشو نگیریم، کاربرای از اون مطلع نشن ازش. گفتم که این گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم. منم خودم استقبال کردم، گفتم چون فیچر خیلی جذاب و چیزی که به قول داده بودیم شده یه ویدیو خیلی سریع هم بگیریم، برای معرفیش بگیریم و به کاربران معرفی کنیم. بله خیلی هم عالی. من میگم اول با اون قولی که توی پادکست قبلی داریم شروع بکنیم، بعد بریم سراغ اون فیچر خیلی بزرگه. شما گفتید که GPT-5 میاد، به زودی اضافهش میکنیم و الان اضافه شده، درسته؟ بله. و همونطور ازش استفاده بکنن و ما یه مشکلی داشتیم و اون مشکل در واقع ساختاری بود. در واقع با بچه‌ها دست به دست هم دادن، خیلی سریع ما این مشکل رو حل کردیم. بله. که نمیتونستیم مدل‌های جدید اوپن ای آی رو بیاریم، حتی کاربرایی که در واقع از قدیم بودن توی همین چند وقته می‌دیدن که ما مدل‌های جدید رو اضافه نمی‌کنیم به دستیار. و در واقع یه سری مشکلات ساختاری بود که اون مشکلات ساختاری حل شد. معماری بود که در واقع حل شد که اونها هم اضافه شدن مدل‌های جدید اوپن ای آی. بله. و توی فکر کنم پیام‌ها با اون کاربرایی که در ارتباط هستن دوستان پشتیبانی اعلام کردن که یه سری تغییرات داره شکل میگیره و خیلی هم سریع شکل گرفت. یعنی من فکر میکنم توی 2 یا 3 روز نهایتاً یه تغییر خیلی عجیبی هم بود، ولی خیلی سریع کاراشو انجام دادیم. بله. ما از چند ماه قبل از اینکه حتی پروداکت رو معرفی بکنیم اشراف داشتیم به اینکه میدونستیم این مسئله معماری ممکنه برای ما یه مسئله‌ای بشه، مشکلی ایجاد بکنه، ولی زود دست به کار شدیم. بله. و اون مسئله رو حل کردیم که باعث شد خب روند توسعه پلتفرم خیلی سریع‌تر بشه. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. یه موضوع دادم میخوام اون فیچر رو بگم که خیلی برای خودم جذاب بود. الان پلتفرم دلاورس مولتی پرووایدر، درسته؟ بله. یعنی که ما الان تمام مدل هایی که مرسومه و دوستان دارن ازش استفاده میکنن، مدل های هوش مصنوعی الان همشون داخل دلاورس وجود داره. بله. این قابلیت برای ما ایجاد شد که ما مدل هایی که خب خیلی از کاربران میشناسن اونها رو هم اضافه کنیم. مثل گروک رو اضافه کردیم برای XAI و همچنین برای شرکت آنتروپیک مدل های اوپوس و سونت رو اضافه کردیم. به این شکل که دستیار این قابلیت رو داره که میتونن پرووایدرهای مختلفی انتخاب کنن. نود دستیار. یعنی الان رو نود دستیار میتونن مدل اوپن ای آی قرار بدن یا مدل آنتروپیک کلاود رو قرار بدن یا گروک رو قرار بدن. یعنی من الان از هر مدلی که بخوام میتونم نود دستیار رو اضافه بکنم، مدلش رو انتخاب بکنم و چیزی که من دیدم که سطح تفکر هم حتی داره. یعنی میتونیم انتخاب بکنیم که سریع جواب رو بده، متوسط یا عمیق فکر بکنه. توی تمامی مدل هایی که شرکت ها دارن توی چند ماه اخیر توسعه میدن، خب متمرکز شدن روی ریزنینگ. و ریزنینگ ایفورتی که مدل ها انجام میدن، همون چیزی که در واقع شما وقتی با مدل ها صحبت میکنید اون مرحله تفکری توی لایه پنهان، توی باکس پنهانی انجام میده. اون رو در واقع ما اضافه کردیم. اون یه پارامتری که میتونه عمیق باشه سطح تفکر، میتونه متوسط باشه یا پایین باشه، ولی همه اینا از این قابلیت برخوردارن. فقط مدل هایی که اشاره شده توی پنل کاملا کاربرا میتونن ببینن. اونهایی که ریزنینگ افورت ندارن اونها از اویلیبل نیست. بعضی از مدل ها ساپورت نمیکنن تو پرووایدر که اونها هم خب در دسترس نیست. اونایی که ساپورت میکنن در دسترسه، میتونن انتخاب کنن سطح پایین، متوسط یا بالا. خیلی هم عالی، ممنونم ازتون. یه سوالی که من اینجا ازتون دارم، میخوام بدونم که ما الان ما مولتی پرووایدر هستیم الان پلتفرم دلاورس. با مولتی ایجنت شدن چقدر فاصله داریم؟ ببینید الان هم هست. الان تو هر فلویی به این صورته که میتونن تو یک جریان کاری ای آی از پرووایدرهای مختلف استفاده کنن. شروع فلو مثلا بذارن با اوپن ای آی، با مدل های GPT-5 GPT-4 و در ادامه وسط فلو مثلا از گروک استفاده کنن و در انتها مثلا محول کنن به کلاود.
اون در واقع کار رو نهایی بکنه. همین الان هم میتونن توی فلو این کار رو انجام بدن. یعنی من دقیقاً حرفی که شما داخل پادکست و قولی که دادید الان اجرا شد، من توی یک مود فلو میتونم از تمام مدل‌هایی که میخوام استفاده کنم. ما تو تستایی که گرفتیم خیلی هم جالبه، برای خود من جالبه. بعضی از این فلوهای AI 5 دقیقه تا 10 دقیقه، بعضیش 15 دقیقه طول میکشه. بله، فلوهای سنگین، فلوهای بزرگ میخواد یه دیتا رو از یه جا گدر کنه، جمع‌آوری کنه و بعد یه عملیاتی روش انجام بده، بعد محول کنه. الان محول میکنه، مثلا دارم میگم مثلا به اوپن ای آی، در انتها محول میکنه به یه عملیات دیگری قراره که کلاود روش انجام بده، اون رو محول میکنه به کلاود. الان هم میتونن این کار رو انجام بدن با توجه به اشتراک گذاری اون فایل هایی که در واقع مدیریت دانش میکنن بین اسیستنت ها. ولی به این صورت که مستقیما با هم دیگه در صحبت بکنن، ما تا 72 ساعت آینده بعد از ضبط همین ویدیو، این که مستقیما یعنی اسیستنت ها بدون نیاز به پایگاه دانش بین همدیگه بتونن صحبت بکنن، یعنی بدون اینکه بخواد نتیجه روی یک فضای ریخته بشه از طرف یک اسیستنت و اون بیاد اون نتیجه رو ورداره، مستقیما دیگه با همدیگه صحبت میکنن بدون اینکه ما بخوایم از SDK یا کنید، بدون اینکه از SDK کلاود استفاده کنیم، بدون اینکه از SDK اوپن ای آی استفاده کنیم. خب SDK ایجنت، SDK آنتروپیک، MCP، این مال خودمونه. ایجنت ها تماما معماریش مربوط به خودمونه. یعنی شما اسیستنت ها رو میسازید از چند تا پرووایدر مختلف و اینها با هم دیگه. اینجوری نیست که مثلا شما بیاین و تولز ایجنت مثلا MCP آنتروپیک رو استفاده کرده باشید. کاملا معماریش متعلق به خودمونه. این که اسیستنت های پرووایدرهای مختلف، الان شما اوپن ای آی دلیور کرده یه پروداکتی رو که در واقع شبیه N8N هست، یه پلیگراندیه، ولی مدل های خود اوپن ای آی هستن. مدل های اوپن ای آی هستن. قطعا از اون SDK ایجنتش استفاده کرده، ولی این کاری که در واقع ما انجام دادیم و داخل الان پلیگراند قابل دسترسه، این معماریش کاملا این به صورت کاملا مجزا، ولی در نقاطی که قراره با همدیگه ادغام بشن و بتونن زبان همدیگه رو متوجه بشن. زبانی که صحبت زبان لزوما اینستراکشن نیست، لزوما پرامپت نیست، اینکه بتونن تمام ابزارهایی که بین همدیگه جابجا میکنن یک واژه بشن. این بزرگترین چالش ما بود و حلش کردیم و الان هم این قابلیت وجود داره. سوالی که شما کردی امیررضا جان، این قابلیت الان هست. از ما الان متوجه هستیم، بله میتونن استفاده بکنن. 72 ساعت آینده با توجه به تایملاینی که من دیدم اینه که اسیستنت ها بدون اینکه به پایگاه‌های دانش میانی نیاز داشته باشن میتونن با هم دیگه صحبت بکنن. یاد اون حرف فقط توی ببخشید صحبتتون توی پادکست گفتید دلاورس خودشه. هر چی جلوتر میریم بیشترین موضوع داره مشخص میشه و ما دلاورس میشه اولین پلتفرم مولتی ایجنت ایران. از نمونه‌های خارجی چیزی کم نداره. شما الان من بازم میگم اگه کسی پلتفرم‌های خارجی کار کرده باشه، زپیر، میک، N8N کار کرده باشه، یه چند دقیقه روی این پلیگراند کار بکنه، متوجه میشه که از نظر ساختاری کاملا متفاوته. ما کامنت زیاد میگیریم، هنوزم کامنت میگیریم که این اوپن سورس N8N. خیلی میگم. ولی اگه کسی که کار بکنه متوجه میشه که از نظر معماری و از نظر ساختار هیچ شباهتی با هم دیگه نداره، صرفا از نظر کار. فقط اگه اجازه بدید من چند تا نکته رو هم بگم. توی تست کارهایی که داشتیم برای دیپلوی انجام میدادیم چند تا نکته مهم بود. من در ارتباط با کاربران ممکنه با توجه به تعداد کاربر قابل ملاحظه‌ای که الان روی پلیگراند هستن دارن کار میکنن، یه مسئله‌ای که مطرحه، مدل‌های کلاود آنتروپیک گرون هستن. آره. اینکه مثلا شاید برای تست هم بخوام استفاده کنم، مدل‌های آپوس خیلی گرونن. خب مدل پرو جی پی تی 5 پرو خیلی گرونه. برای یه جمله کوچیک، نه اینکه بخواد حالا اکشن انجام بده و بره یه ای آی فلو انجام بده، هزینه به چند دلاری داره برای یک مکالمه کوچیک. مدل پرو. مدل های اوپوس گرونن. مدل های افوردبل و که خیلی مقرون به صرفه هستن، مدل گروک برام خیلی جالب بود. سرعتش هم خیلی جالب بود. سرعتش بیشتر از اون بود، یعنی فلویی که 10 دقیقه طول میکشید که با اوپن ای آی انجام بشه 10 دقیقه زمان می‌برد که اینقدر اکشن‌های مختلف داشت که باید مراحل مختلفی داشت، اون رو 5 دقیقه گروک فست انجام داد که جدیدم اینو ریلیز کرده. این برام جالبه.
حالا این که نه اینکه لزوما تعمیمش بدیم، ولی تو تست‌های اولیه که میگرفتیم این تایم گروک خیلی جالبه که زود انجام بشه. بله. چون دقیقاً سوال من بود که می‌خواستم بدونم حالا این همه مدل که داره اضافه میشه، پیشنهاد شما اینه که دوستان چه مدلی استفاده کنن که بستگی به خودشون داره. هر مدلی واقعا چیزی که متوجه شدیم واقعا توی زمینه توانایی داره. بر اساس خب معماری که اون داره، بر اساس پارامترهایی که داره، در مثلا میزان در واقع تمرکزی که در داده که بهش دادن ترین شده متفاوته. گروک برای محتوا خیلی خوبه. برای ریزنینگ من فکر می‌کنم آنتروپیک خیلی بهتره. فکر می‌کنم کاربرا خودشون میتونن تست کنن. بله خیلی عالی. یه سوال که خیلی دارن میپرسن و خیلی داره درخواست سمتمون میاد و من اینجا نماینده کاربرام که این قول ازتون بگیرم، کی ما نود ویدیو رو خواهیم داشت و اصلا آیا برنامه دارید که اضافهش بکنید؟ ببینید نود ویدیو مشکلی نداریم برای اضافه کردنش، هم ما میتونیم جدیدترین مدل‌ها رو اضافه بکنیم ولی باید اولویت بندی کنیم. درست. اینکه الان ما تصمیم گرفتیم توی مدت در واقع بحث مولتی پرووایدر رو روش متمرکز بشیم. این مولتی پرووایدر خب مهمتر از این بود که ما الان بخوایم متمرکز بشیم روی نود یا تولید محتوا یا فلو تولید ویدیو منظورم. بله. و قطعا اون رو هم خواهیم آورد، مسئله نخواهد داشت، ولی من توی زمان بندی الان ندیدم. ولی فکر نمی‌کنم دور باشه. درسته. دور باشه و فکر هم ما ولی میدونم مدل‌های مثل سورا تو بله چقدر وایرال شده تازگی‌ها. نه میتونیم حتی اولویت بندیشو تغییر بدیم اگه بسته میزان درخواست کاربرا خیلی درخواست داشتن یا حتی رانوی اونم میتونیم. نمیتونی یه تایم به ما بگید مثلا یه هفته 2 هفته یه ماه یا هر تایمی که حدودی هم بگید. اینجوری میگم ببین اینجوری میگم ببین بیشتر از 2 ماه نخواهد خیلی دارم محافظه‌کارانه میگم و خیلی دور. بله ولی بیشتر از 2 ماه نخواهد اصلا. بعد به این حالت میشه که مثال میگم من میام یه محتوا دارم، بعد اون محتوا رو گراک برام تولید گراک برام تولید میکنه و بعد خودش مستقیم میاد به نود اون ویدیوه، حالا یا با سورا یا با رانوی برام میسازه یا با ویو. ببینید چیزی که من خودم یه ذره روش وسواس دارم، من خیلی دوست دارم که یه استودیو درست کنم. خب ببین میخوام ویدیو رو ادیت کنم. درست. ویدیو قابلیت همون پلیگراند. ببین میخوام یه پلیگراند استودیو ویرایش ویدیو داشته باشم. اینکه نمیخوام با یه پرامپت این کار انجام بشه بتونم ویدیو بسازم. من اون چیزی که خودم تمایل دارم اینه که بتونیم در واقع استودیو درست بکنیم، بتونه ویدیو رو ویرایش بکنه و بتونه کارهایی که تو همون پلتفرم‌های خود تولید ویدیو انجام میده همونها رو بتونه در این پلتفرم انجام میده. و اگر نه اینکه ما بخوایم صرفا ویدیو تولید بکنه اون کاری نداره، ما اون رو زودتر از 2 ماه هم آماده میکنیم. یعنی دارید به این فکر میکنید که یه پلیگراند جدا، یعنی یه پروداکت جدا برای ویدیو؟ نه به یه پلیگراند جدا فکر نمیکنیم در همینجا، ولی قابلیت یک سری عملیات هایی که روی ویدیو میتونه کاربر داشته باشه همینجوری که در سورا داره، همینجوری که در رانوی داره اینجا هم داشته باشه. خیلی هم عالی. البته شاید هم بگم نشه الان تو این تایم محدود نشه چون ببین تغییر و تحول تو این حوزه بسیار زیاده. درست. بسیار زیاده. من واقعا نگاه میکنم با نمونه‌های بین‌المللی فاصله‌مون خیلی خیلی کم شده. پلتفرم‌هایی که ورک فلو ای آی میسازن خیلی خیلی کم. الان ما صرفا شاید بگم از نظر تعداد اینتگریشن، خب خیلی از اون اپلیکیشن ها هم شاید اصلا تو ایران کاربردی نداره که ما بخوایم تعدادشون رو اینقدر زیاد بکنیم، 200 تا اینتگریشن بذاریم روی 100 تا اینتگریشن بذاریم روی سایت. خب تفاوت رسیده به اینجا فقط. بله خیلی هم عالی. یعنی اصلا من برای همین گفتم سریع‌ترین گفتگو داشته باشیم، چون احساس می‌کنم کاربر سریع‌تر باید اینا رو بشنون و بدونن که چه اتفاقی داخل دلاورس داره میفته و به نظر من از این تغییر جا نمونن و سریع‌تر بتونن ازش استفاده بکنن. خیلی هم عالی. یه مدل جدید اضافه شد به نود ایمیج اگر اشتباه نکنم که اقتصادی تره، درسته؟ بله ایمیج وان مینی. ایمیج وان مینی. بله ایمیج وان مینی که همون کیفیت رو میده مثل جی پی تی ایمیج وان ولی نصف قیمت ایمیج وانه. ولی کیفیت همونه.
من که ندیدم که کیفیتش بود. تصاویری که تو مرحله تست داشتیم آماده می‌کردیم من افت کیفیتی ندیدم. کیفیتش بخواد حالا کسایی که تولید محتوا میکنن اونو بهتر، من که ولی همین در حدی که توانایی که خودم داشتم که می‌خواستم محک بزنم تفاوتی ندارم، ولی نصف قیمت تفاوت دالی 3 و جی پی تی ایمیج ما خیلی زیاده. بله توی کیفیت یا توی تولید با مفهوم در واقع مفهومدار عکس بر اساس متن خیلی متفاوته، ولی تفاوتی بین نسخه مینی اون و نسخه اصلی جی پی تی ایمیج من ندیدم. نه خیلی هم ولی هزینه‌اش به مراتب کمتره. خیلی از دوستان که می‌خواستن ورک فلوهای تولید محتوا داشتن و در انتهای فلو تولید عکس بود یه گرچنگا یه قوری می‌زدن که مثلا این هزینه‌اش بالاست، ما می‌خوایم موندیم بین دالی 3 یا مثلا این مدل ایمیج وان استفاده کنیم، ولی ایمیج وان خب خیلی گرونه، ولی الان راحت میتونن با استفاده. من فکر کنم یه ذره از دالی 3 ارزان‌تر، دالی 3 هزینه‌اش پایین‌تر. خیلی عالیه. اگه همون کیفیت جی پی تی وان رو داشته باشه که شما می‌فرمایید داره و هزینه‌اش کمتره فوق‌العاده است، چون خیلی از دوستان این دغدغه رو داشتن، میگفتن که با خیلی گرونه، خیلی خوششون اومده بود تو ورکفلو می‌خواستن استفاده کنن، ولی میگفتن هزینه‌اش برامون بالاست، برامون دغدغه‌شون هم داره برطرف میشه. یه قول دیگه که شما بهش عمل کردید و توی پادکست گفتید اشتراک گذاری پروژه بود. پادکست قبلی. بله پادکست قبلی که الان دوستان میتونن پروژه هاشون رو توی پیج مطالعه‌رسانی کردیم با هم دیگه به اشتراک بذارن خیلی راحت. قابلیت بی‌نظیره برای کار تیمی. بله و ما خودمون هم حتی داریم ازش استفاده می‌کنیم. که دوستانی که فنی هستن کاملا میدونن اینجور اشتراک گذاری‌ها تو این سطح پلتفرم پیچیدگی‌های دسترسی‌های پرویژن‌های و دادن دسترسی اون هم به این گستردگی واقعا پیچیده است. و ما این کار رو انجام دادیم. و پروژه در 2 سطح ویرایش و مشاهده به اشتراک گذاشته میشه. مثلا شما با یه همکارت که مثلا مسلط‌تره به اشتراک میذاری. بله. بعد دسترسی ویرایش هم بهش میدی. بله. همزمان که داره کار میکنه شما میتونی، البته ما این قابلیت رو می‌خواستیم که به صورت کاملا لایو استریم بتونه هر اکشنی که ولی انجامش دادیم اما متوقف کردیم. اینه که علتش حجم بسیار بالای ترافیکیه که در واقع ایجاد میکنه. الان در مرحله نیستیم که این حجم بالای در واقع این لایو استریم رو که هر آبجکتی که داره جابجا میشه بین چند تا اسکرین یا چند تا یوزر در واقع بتونیم جابجا کنیم، الان آمادگیشو نداریم، ولی معماریش رو کاملا طرحریزی کردیم، تستمون هم کردیم. تفاوتش یه رفرشه، این که بخواد داره اون همکاری که حرفه‌ای‌تره داره روی فلو به اشتراک میذاره، نمیخواد دیگه رمز جیمیل یا رمز اکانتش رو بده، پروژه رو به اشتراک میذاره، اون عملیات رو انجام میده و کاملا اینجوری هم از پای حساب خود آنر در واقع حساب میکنه. یعنی اگه ورکفلو رو داره رام میکنه، ورکفلو رو داره تست میکنه، اینجوری نیست که با هزینه‌های کسی که باش کلابوریتور انجام بشه، با هزینه‌های آنر در واقع. بله خیلی هم ولی از نظر امنیت هر موقع خواست دسترسی رو میگیره، ولی سرعت ساخت پروژه رو چندین برابر میکنه. بله. من حالا آخر گفتگومون ازتون چند تا کامیکسون میخوام. این دفعه پیش هر قولی که داده بودید عمل کردید، الان چند تا قول هیجان انگیز میخوام ازتون که چه اتفاقی قراره بیفته. یه چیز ما ببین اونجوری که این مولتی پرووایدر و مولتی ایجنت رو تارگت کرده بودیم، انقدر روش متمرکز شده بودیم که دیگه به هیچ چی فکر نکردیم. یعنی احساس می‌کردیم اینجا دیگه نهایتشه دیگه. بله. اینکه ما بتونیم بدون مثلا اینکه بخوایم از مستقیما از اون فریم ورک مثلا MCP استفاده کنیم یا چیز بتونیم این مولتی پرووایدر کنیم، برامون خیلی پرچالش بود و تونستیم انجامش بدیم. بله. اینقدر روی موضوع متمرکز بودیم که بعد از این دیگه هیچ فکری نکردیم که فیچر جدید. ولی بگید دیگه یه چیزی که فکر می‌کنید قطعاً دارید. من میدونم بودنش که قطعاً هست، در اون که شکی نیست. نه برای کاربرا دارم میگم که بخواد در واقع بخواد اونها باشه فیچر جدید. چیز رو ما OCR در حجم بالا بتونن OCR. ما خیلی از کاربرها بگم نزدیک داشتیم تا 100 نفر آدم که میگفتن ما یه حجم دیتای متنی در قالب تصویر داریم و میخوایم اینها رو، مثلا شخصی بود که یه کتابی رو داشت که 1000 صفحه بود، یکی دیگه بود شخصی بود کاربر دیگری بود که این
مثلا 400 صفحه کتاب بود. زیاد بودن تعداد افراد، ولی خب اینها رو نمیتونید شما با اوپن ای آی یا آنتروپیک اینها رو که مثلا قبول نمیکنن این حجم دیتا رو راجع به صحبت کردیم. بله یکی از نودهایی که میاد نود OCR که اونجا جدا شما بهش 400 صفحه کتاب رو بهش بدین که عکس باشه با دقت بالای 98% براتون تبدیل به متن میکنه و برمیگردونه کامل. یعنی ما خیلی راحت هر عکس دیگه داشته باشیم میتونیم بدیم و اطلاعات اون عکس این تمام این مدل های پرووایدر الان انجام میدن، ولی تو این حجم OCR انجام میدن. این کاری که ما داریم انجام میکنیم کاملا اصلا به این مدل ها و این پرووایدرها ارتباطی نداره. خود دلاورس ربط به یه قسمتش 40% کاملا مربوط به عملیات لوکال خودمونه، 60% هم وابسته به سری سرویس های دیگه است. ولی سرویس این پرووایدرها نیستن. خیلی هم عالی که هر کاربر 1000 صفحه کتاب هم داشته باشه ظرف چند دقیقه صرفا میشه کتاب نباشه هر عکس دیگه‌ای باشه بعد اطلاعات. ببینید مثلا خیلی از PDF ها در واقع تصویرن. مثلا میتونی یه PDF کتابی که اسکن شده، بله اون کتاب دیگه شما تکستی است که از تو PDF میتونی یه PDF مبتنی بر عکس تصاویر اسکن شده کتاب، خیلی راحت میتونن به این نود OCR بدن و متن رو استخراج بکنه، بریزن توی مخزن فایل، بعد اد کنن به یه دونه وکتور استور یا مثلا مستقیما به یکی از پرووایدرها وصل بکنن یا دیگه پلین کردن مدلم خیلی راحت تر میشه دیگه. اون اینستالیشنی که میخوام بهشون که بر اساس اون بخوام پاسخی بهمون بدن، مثلا من الان میتونم یه کتابو چندین تا کتابو بدم به یه اسیستنت و بر اساس اون خیلی کارو باشه انجام بدم. بله حالا مسئله اینه که خیلی وقتا شما PDFی که تصویر باشه این پرووایدرها نمیخونه، ولی میگن اون کاری که شما انجام میدین اونم اگرم حجمش بالا باشه ولی با این نودی مشکل حل میشه. اینم زودتر از 1 ماه ما این نود رو داریم. زودتر از 1 ماه. بله. پس ما یه 72 ساعت قراره با هم صحبت کنیم. یه 72 ساعت داریم. یه زودتر از 1 ماه، تقریبا 1 ماه دیگه، یه 2 ماه هم که برای نود ویدیو گفت. نود ویدیو اونم خیلی در واقع دور گفتی بدبینانه. بله. بدبینانه. دیگه موردی که بخواد باشه مورد هست. ولی من باید با بچه‌ها صحبت بکنم ببینم که در واقع من گفتم یه ذره کوتاه باشه که دوستان فقط ببینن که چه اتفاقی داره میفته و چه فیچرهای خیلی عجیب و غریبی داره به دلاورس اضافه میشه. ولی یادت باشه که برای در واقع مولتی ایجنت که بتونه اسیستنت ها، من خیلی تمایل دارم که همه بچه‌ها حضور داشته باشن. حتما. و اونجا خیلی مفصل یه پادکست خیلی مفصل در موردش بریم. حتما. چرا که حتما با بقیه بچه‌ها میشیم راجع به صحبت می‌کنیم. خیلی ازتون ممنونم، خیلی لطف کردید. مرسی وقتی گذاشتید. دوستان خدا نگهدار.